درود دوستان، خوش اومدید به اولین ویدیو یوتیوب من. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تو این ویدیو میخوایم چند تا بازی برای PC که بعضیاشون برای گوشی هم میشه استفاده کرد بهتون معرفی کنم که خیلی جذاب هستن این بازی‌ها. ردد 2 یکی از بازی‌های ماجراجویی اکشن که بعد از بازی کردن این بازی دیگه هیچ بازی این جذابیت رو براتون نداره. یکی از شاهکارترین بازی‌ها است. اگه تا الان ردد پلی ندارید حتما پلی بدید و از تجربتون داخل کامنت برای ما بگید. بازی شماره 2 فورزا هایزون 5 است. یک بازی مخصوص ماشین بازا با گرافیک بسیار بالا. داخل این بازی نزدیک به 600 مدل ماشین مختلف داره که میشه آنها رو سوار شد و دور زد و میتونید داخل مسابقات مختلف شرکت کنید و به جاهای مختلف این بازی برید. بازی بعدی کانتر است که خیلی با این بازی گیمر شدیم. این بازی رو حتی روی سیستم های زغالی هم میشه بازی کرد. حتما با دوستاتون پلی بدین چون خیلی خوش میده. بازی بعدی جی تی سان آندرس است. یکی از خاطر انگیزترین بازی‌ها. من خود اولین بازی که پلی دادم جی تی سان آندرس بود. شما تو کامنت اولین بازی که بازی کردید چی بود؟ بازی بعدی فار کرای 3 است. یک بازی که میتونید ساعت‌ها بازی کنید و وقت بزنید و با سیستم‌های ضعیف هم میشه بازی کرد. بازی بعدی که با سیستم‌های ضعیف هم میشه بازی کرد و مراحل جذاب و گرافیک خیلی خوب داره. بازی مافیا 2 با حل مراحلش ساعت‌ها سرگرم شید و خوش می‌گذرید. اگه از این مدل ویدیوها دوستان خوشتون اومد ممنون میشم. چنل ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. As I wander through the forest, I hear a stepping on the ground. Something's moving closer and I hear a siren sound. There's some blood on the trees and I'm weak in the knees. I sense a monster on its way and maybe it hears me. So I'll run far away, I don't wanna die today. I will get in my car and drive so far away. But it's fast, tall and loud and I'm sure it wants me dead. To sneak up close behind me and get me out alive. I just want to survive. The legend's true, he's hunting you. So try and live tonight. Don't look up too far. He knows just where you are. Siren Head is coming soon. So sound